میگن که یک وقتی 2 سالک بودایی داشتن با هم سفر میکردن. یک بار میخواستن از عرض نهری رد بشن، دیدن که یه دختر خانم جوانی ایستاده بود و این نمیتونست از عرض اون نهر رد بشه. یکی از این 2 راهب بودایی گفت که خانم شما رو دوش من سوار بشی، من از عرض نهر شما رو بگذرونم. این خانم اومد رو دوش این آقا سوار شد و رفتن اون طرف و پیادهش کرد و اون رفت به راه خودش، این 2 هم رفتن به راه خودشون. بعد از 3 روز یه جایی نشسته بودن 2 راهب. یکی از این راهبا به دیگری گفت که من هر چه تأمل میکنم خیلی کار بدی بود که یک دختر جوان زیبا رو تو روی کول خودت گذاشتی و بردیش اون طرف. راهب گفت که من به اندازه زمانی که از عرض رودخانه بگذرم رو دوشم بود، ولی الان 3 شبانه روزه رو دوش توی اون خانه. یعنی من وقتی گذاشتمش پایین دیگه گذاشتمش پایین، تو 3 روز ذهنت با این دختر جوان زیبا و براندام او اشتغال داری. اشتغال ذهنی مهمتر از اشتغال جسمانی و فیزیکیه. اینه که اگه کسی هم گفت آزادی، با ذهنش میره رو آزادی در امور جنسی. فکر میکنن هر مردی با هر زنی اگر سخنی گفت حتما یک سر و سر جنسی، یک قرارداد جنسی میخوان با هم امضا کنن، میخوان حتما یک کار مخفیانه جنسی بکنن و انگار نمیتونن باور کنن که یک کسی به کسی دیگه نگاه بکنه به عنوان یک انسان، نه به عنوان اینکه این جنسیتش با جنسیت من متفاوته.